با همون مواد همیشگی یه صبحانه بچینین که میزتون بدرخشه. ترکیب خامه یا پنیر خامی با مربا رو همه دوست دارن. به جای ریختن تو پیاله میتونیم به این شکل توی بشقاب بزرگ یا کوچیک شکل گل درست کنیم. من مربای آلبالو، مربای هویج و مربای بالنگ ریختم. با پودر پستم تزیینش کردم. تخم مرغ پزم برای صبحانه خیلی طرفدار داره، اما به جای شکل معمول بعد از اینکه پختیم و توی آب سرد گذاشتیم و پوستش رو گرفتیم، زرده ها رو جدا میکنیم. با سس مایونز، خیارشور، شیوید، فلفل سیاه و نمک ترکیب میکنیم. واقعا خوشمزه میشه. بعدم با شیوید و زیتون و گوجه و پول بیبر تزیینش میکنیم. قبول دارین 90% ایرانی عاشق گوجه خیار پنیرن. گوجه رو به این شکل برش دادم، داخلش رو خالی کردم. انگور، پنیر، گوجه، گردو رو ترکیب کردم و ریختم داخل خیارها. هر کدومم خواستین میتونین حذفش کنین. و با نعنا هم تزیینش کردم. ببینید چقدر خوشگل شد. به همین راحتی صبحانه متفاوت و شیک میتونیم بچینیم.